السلام علیکم هموطنان عزیز. زنده سلامت خونه و سربلند باشید. التماس لایک و فراموش نکنید. این چگونه عصری است که ما زندگی میکنیم که زنها خواهرهای یوش چیرشون عضوهاشون دیگر میکنن، قبرهای میگیرن، قشه میساگیرن، کرسکه میکنن، میجه میچسبونن، تاتویروفکه میکنن. وان که در آیات قرآن آمده که عضوی داده خدا رو دیگر نکنید گفتگی. این چی میگن؟ خلاف قانون خداوند میشد. یکم دیمش که نسبت خال ماندن، قاشو را دیگر کردن، چی میگن، در روی آدم مثال که یگان چی ماندن، тату کردن در روی که پوست در دستار тату کردن، در جسم татуировка کردن. اینده در حدیث قدسی اومده که لعنت خداوند به انسان گفته میشه، فرستاده میشد، از جانب خداوند لعنت کرده میشد. در حدیث قدسی بین آیت قرآن و حدیث سخنهای پیغمبر جایگیر است. یعنی آیت قرآن یکم میستد، حدیث قدسی دوم میستد و سخنهای پیغمبر حدیث سنی مثل کرده خدا پیغمبر گفته پیغمبر و قبول کرده پیغمبر سوم میستد. برای همین حدیث قدسی معناش از خداوند است، لفظش از پیغمبر است. یعنی که از خداوند آمدگی میتونم کلمه، یک پیغمبر هم رساندگی که تا که خال موندن همین نمیشه татуировка مثال خال موندن. بعد قشر دیگر کردن، قشر رو باید دیگر نکنیم. لیکن درباره قش علم های چیز تفسیر کنندگان میگن که قش اگر بینش مثل مرد باشه ممکن است بینش گرفتن، بالای قش گرفتن ممکن است، بین قش گرفتن ممکن است. لیکن زیر قش، یعنی زیر قش بین مثال چشم قشه، یعنی زیر قشه رسیدن ممکن نیست. این از نقطه نظر اسلام فقط اینجا گرفتن ممکن است اگر مانند مرد باشد گرفتن ممکن است. این خیره. لیکن موی رو را تازه کردن ممکنه، تازه کردن ممکنه، مثل برود باشه، مثل یگان دانه ریش میبره، تازه کردن ممکن است، باکی نداره. قش فقط اینجا تازه کردن ممکن است. غفل باشه مرد اگر مانند باشد، برای که زن زیباییشه در نزد مثل همسرش، مثل که اویلش کردن نشان دادن، این ممکن است. وقتی که مثل که قش اگر مانندی وی باشد، مرد باشد، بعد این بالای قش مثل گرفتن ممکن است. انا چیز بعد انا بدین زیر قش دین اسلام انقدر، لیکن در از در مدیسینه در اصل بیسته کاملا اثبات میکنه که وقتی که زیر قش اگر میگرفته دستن کو زیر قش میکنده دست، یعنی همین سببی بیماری سرطان میشه. بیماری سرطان در عضو انسان سبب بیماری رگ. وقتی که موی زیر قش که میگن دستن در اینجا اینفکسیون میافتد و یکی از عضوهای انسان به بیماری سرطان گرفتار میشه. تصور میکنه که دین اسلام 15 عصر پیش من کردگی که قشنی قش رو دیگر کردن، اما در اصل 21 تیپی معاصر اثبات میکند که قش رو مثال چیندن، زیر قش رو گرفتن، این سبب بیماری های سرطانی عضو انسان میشه. سرطانی کدام عضو الله تعالی خودش بهتر میدونه که یک سبب بیماری سرطان همین قش، زیر قش رو چیندن است. خب قبرغه رو دیگر کردن، این چیزی که مثال دیگر میکنن که این دخترک مثال یوش بعدی 35 40 زیبایی همه میزن ها مثال بای میشد، از بین میرود. اما زیبایی های کردن که مثال سنی از بین میرود، بعد پشیمانی میشه. همه کار در حیات انسان پشیمانی دارد مگر که علم و عبادت. در حیات ما چیکاری که نمیکنیم پشیمانی دارد مگر که علم و عبادت. علمی که ما گرفتیم به کسی دادیم و عبادت که کردیم به خاطر خداوند و در نزد الله تعالی بندگی رو به جا آوردیم. از شما میندارم برای با دقتتان میندارم و لایک و پادزش فراموش نکنید. در اول گفتم و در آخر میگم برای که از انسان ها بسیار فراموش کنید برای ما تکرار میکنم.